رشد همیشه حس خوبی نداره. ما معمولا رشد رو با تصویرهای دلنشینی میشناسیم، مثل آرامش، موفقیت، اعتماد به نفس و شادی. لیکن که واقعیت همیشه چیز دیگه ایه. رشد یعنی پایان نسخه قدیمی ما. یعنی که هر رشدی برای خودش یه سوگواری به همراه میاره، نه صرفا به خاطر اینکه نتیجه خوب نیست. بعضی وقتا از خودمون میپرسیم اگه این ورژن قدیمی خودم رو رها کنم چی میشه؟ معمولا اگه از شروع یا کندن روند نترسی میتونی ادامه. رشد همیشه دفاع قدیمی رو برمیداره. اکثر ما با الگوهای رشد کردیم که از ما محافظت میکردن، مثل کنترلگری دیگران، اجتناب، کمالگری و غیره. رشد این الگوها رو میبینه و دیدنشون معمولا دردناکه و متوجه ناگهانه بودن اونا میشه. رشد میتونه ما رو موقتا نابلد کنه. یه لحظاتی تو زندگیت اتفاق میفته که نه اینقدر عالی که بخوای به خودت ببالی، و نه اینقدر بدی که بخوای بگی جایی که هستی خوب نیست. این دقیقاً همون جایی که تو داری رشد میکنی و خب این ممکنه که بره رو اعصابت و بعضی وقتا ذهنت همش میگه همون قبلی که بودم و بهتر. رشد تو معمولا یه توهمی پشتشه به اسم باید حالم بهتر بشه، ولی حقیقت چیز دیگه ایه.